سلام. روز دهم از چالش 75 روز سخت. صبحونم طبق معمول سیب زمینی تخم مرغ بود و لب ساحل 3 تا 15 دقیقه دوباره طناب تمرین کردم و هوازی زدم. فکر میکنم دیگه پام تا آخر هفته به بهترین حالت خودش برسه و بتونم بدوم. تو راه برگشت چند تا نون برای خونه خریدم. امروز خیلی سرم شلوغ بود، نرسیدم ناهار بخورم. یه موز قبل تمرین زدم، رفتم تا سرشونه بزنم و سرشونه ها رو میبینید که حسابی رو فرم اومدم خونه. سیب زمینی تخم مرغ رو به حالت کوبیده زدم. میان وعدم و برای روزای آینده آماده کردم و شامم عدسی بود. و رخ عدسی و خدایش ببینی عشق میکنی. نشستم 10 صفحه دیگه از کتابم رو خوندم. حاجی واقعا که الان دارم نگاه میکنم شکمم گنده شده خدایش. اینم آخرین بطری آبم و دیگه آماده شیم بریم برای روز 11 چالش.